سلام، وقتتان بخیر بینندای عزیز. آرزو دارم جور صحتمند باشین، روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بینندای عزیز، ما در یکی از مکاتب سابقه دار و تاریخی کشور قرار داریم که در ناحیه نهم قرار دارد. این مکتب ابوالقاسم فردوسی است. در مورد متدهای درسی، کارکردها، امکانات و سهولت‌هایی را که این مکتب و اداره مکتب برای شاگردان مهیا ساخته می‌بینیم و درباره آن معلومات حاصل می‌کنیم. پس تا پایان گزارش ما را همراهی کنین. لیسه ابوالقاسم فردوسی با داشتن 980 دانش آموز و 99 کارمند از جمله مکاتب تاریخی کابل است که در سال 1368 به نام مکتب نمبر 14 مکرویان سوم تأسیس شده است. این لیسه بعداً به نام شاعر کشور ابوالقاسم فردوسی تغییر نام داده شد. خانم گلاله نومانی آمر این لیسه در رابطه با سهولت و امکانات این مهد تعلیم و تربیت افزود. در مکتب ما برای شاگردان سهولت‌هایی را ما ایجاد کردیم که اتاق لابراتوار داریم، اتاق کتابخانه داریم، اتاق سپورت داریم و اتاق تشبث و اونا صنایع دستی خود اوجا میمانند و کار میکنن و همچنان اتاق فرنگی و ادبی داریم، کامپیوتر لب داریم، فضای سبز برشان ایجاد کردیم، پارک بازی اینا میتونن که دوجا به ساعت سپورت ورزش کنن و این سهولت‌های را ما برای شاگردای خود مهیا ساختیم تا شاگردای ما بتونن با علاقه‌مندی به درس خود ادامه بدن. به همین ترتیب دانش آموزانی که ورزش را جزء اساسی از زندگیشان قرار دادند می توانند درس را به شکل بهتر و خوبتر بیاموزند. انجیلا رحمانی یکی از استادان این مکتب در رابطه با ورزش دانش آموزان گفت: به خاطر از اینکه هر وقتی که اینا متوجه صحت خودشان میتونن که به درستی درس بخوانن و همیشه صحت، قسم که خودشان میگن صحت ثروت است. اگر ما متوجه صحت خود باشیم، بفهمیم که صحت چقدر تا چه اندازه برای یک انسان مفید است و میتونه که از طریق امو که صحتمند باشه میتونه که به کار و فعالیت روزانه و همچنان شاگردان ما میتونن درست‌تر درس بخوانن. به می خاطر ما اینا رو تشویق میکنیم تا اینکه همیشه سپورت کنن و همیشه صحتمند باشن. در همین حال دانش آموزان مکتب ابوالقاسم فردوسی با رضایت از استادان و اداره این مکتب میگویند: من از استادان گرانقدر لیسه علی ابوالقاسم فردوسی بسیار خرسند هستم. برای بالای ما بسیار برخورد خوب در تدریس بالای ما بسیار کمک میکنن. بخصوص از اداره لیسه علی ابوالقاسم فردوسی بسیار زیاد برای ما را تشویق میکنن. بالای ما درس میخوانند، ما بسیار زیاد تشویق میکنند. از استادانم ډیر راضی ام، ډیر خوشحالم چې ډیر ښه درس راکوي او د ادارې نه ډیره مننه چې موږ ته ډیره توجه کوي او موږ ته ډیر فکر نیسي، پام لري موږ ته، او موږ په روزانه د سرفای لرو، په سرفای کې ترانې وایو، سخنراني کوو او موږ لابراتوار ته ځو د ساینس په مربوط کې ده، او موږ کتابخانه ته ځو، کتابونه هلته وایو، د دری په مربوط کې ده. در این مکتب که ما درس میخوانیم بسیار خوشحال هستیم و از معلمینش و از استادان بسیار خوبش که برای درسای ما توجه میکنن و ما در این مکتب ما کتابخانه و لابراتوار داریم و ما را استادان ما هم عملی و هم بر ما درس میده و کتابخانه بسیار خوب و لابراتوار بسیار خوب داریم و ما میتونیم در این فضای آرام درس بخوانیم. بینندای عزیز، دیدیم که در مکتب ابوالقاسم فردوسی استادان از کدام متدها و شیوه ها استفاده میکردند. به خصوص از شیوه کار گروپی استفاده میکنن تا بتونن شاگردان را به شیوه درست و خوبتر تدریس کنند. خب بینندای عزیز، این بود گزارش از مکتب ابوالقاسم فردوسی که تقدیمتان شد. تا گزارش بعدی و مکتب بعدی شما را به خداوند یکتا بی‌نیاز می‌سپارم. آرزو دارم که روزگار بر وفق مرادتان بچرخد.